چگونه سلامت و قدرت قلب خود را بسنجید؟ زمانی که در حالت نشسته هستید نبض خود را برای 1 دقیقه شمرده و تعداد آن را برای کاغذ یادداشت کنید. سپس به همان صورت که قبلا در وبسایت How Can You آموزش دادیم برای 45 ثانیه شروع به انجام حرکات اسکات کنید. حال زمانی که ایستاده هستید مجددا نبض خود را برای 1 دقیقه بشمارید و عدد را یادداشت کنید. 1 دقیقه استراحت کنید و مجددا نشسته و ضربان نبض خود را برای 1 دقیقه دیگر ثبت کنید. حال این 3 عدد را با یکدیگر جمع زده و از عدد 200 کم کنید و در نهایت این عدد به دست آمده را بر 10 تقسیم کنید. چنانچه عدد به دست آمده بین 1 الی 5 بود، شما از سلامت کامل برخوردار هستید. اگر عدد بین 6 تا 10 بود، نتیجه قابل قبول است و اگر نتیجه بین 11 الی 15 بود، مشکلات جزئی قلبی و در نهایت اگر عدد به دست آمده بالاتر از 15 بود، باید هرچه سریعتر به پزشک مراجعه و شرایط قلب خود را بررسی کنید.